نیروهای دولتی افغانستان مقاومت با جنگجویان طالب را ادامه می دهند که آنها تلاش دارند ولایت هلمند در جنوب کشور را اشغال کنند. مرکزی ولایت شهر لشکرگاه حالا در محاصره جنگجویان طالب قرار دارد، هرچند مقامات و پیشوایان محله ها درباره اوضاع در اینجا گزارش های زید و نقیض می دهند. فرماندهان ارتش افغانستان می گویند اوضاع حالا آرام شده است و سربازان افغان جنگ با طالبان را در ناحیه نادلی در نزدیکی لشکرگاه ادامه می دهند و مناطق مهمی را از دست آنها باز پس گرفتند. دشمن از ما 500-600 متر دورتر است و ما تاکنون منطقه‌های مهمی را از آنها باز پس گرفتیم. آنها بعضا به ما تیر می اندازند ولی ما زیاد نگران نیستیم و ما اینجا هستیم تا آنها را عقیب رانیم. جنگ ها وضع زندگی مردم را در ناحیه نادلی بسیار بد کرده است. در این منطقه جنگ های سخت ادامه دارند. به سبب همین جنگ ها زنان و کودکان از خانه بیرون آمده نمی توانند. همه‌شان گرسنه هستند و به غذا احتیاج دارند. طالبان که سال 2001 در عملیات به رهبری امریکا سرنگون شدند، از همان سال تا کنون جنگ را در لشکرگاه بس نکردند و می‌خواهند آن را به پایتخت خود تبدیل دهند.